چندی از اویله‌های هلاک شدگان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی و معیوبان جنگ شهروندی در ناحیه باباجان غفورов با کمک یک وقته تامین شدند. این اقدام در عرفه عید سعید فیطر روی دست گرفته شد. کمک یک وقته به 14 اویله‌های شهیدان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی و مانند برنج، شکر، مکرون، آرد و روغن دسترس کرده شد. رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی در ناحیه باباجان غفورov غفران اتخانوف میگوید این اقدام همه ساله در هر عید و ایام روی دست گرفته می شود. دسترس نمودن کمک یک وقته با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتمند ناحیه عملی کرده می شود. این اقدام برای روح‌بلندی اویله‌های هلاک شدگان ساخت کنستیتوسیونی و هم معیوبان جنگ شهروندی انجام داده می شود. از این اقدام نیک ماندگی سخاوتمندای واقعا وای نمانند. اگر شرایطاتون بد باشد اگر همه اویله‌های هلاک شدگی و معیوبای جنگ شهروندی تاجیکستان که اون به سر میبرند دسترس کنید. اگر ما همراه از نام شمایان همه های همشون همون دسترس میکنیم. از ناحیه باباجان غفورov 452 نفر در این جنگ اشتراک نمودند. از این شماره 14 نفر هنگام جنگ‌های داخلی به هلاکت رسیده، 12 نفر دیگر معیوب برگشتند. به این عائله‌ها منتظم از جانب تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی و مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه باباجان غفورov کمک یک وقته دسترس کرده می شود.